بله سلام علیکم، بفرمایید. الو، خسته نباشین. سلامت بشید. به سال حق. به سال حق، بفرمایید. من از آقا تماس میگیرم. بفرمایید خواهر گرامی. یه لحظه گوشی با شما صحبت کنه. الو. بله بفرمایید. خسته نباشید. حالت خوبه؟ سلامت باشید برادر عزیز. خسته نباشی برادر. خوبی سلامتی؟ ابورضا که نیستید؟ چرا ابورضا هست؟ بریم من داداشت هستم. حیاک الله بخیر. تفضل. شلونك آقای انصاری؟ الحمد لله بخير. بارك الله فيك، حفظك الله. كيف حالك؟ ان شاء الله مرتاح؟ الحمد لله بارك الله فيك، حفظك الله. احبك بالله آقای انصاری. حبك الله، بارك الله فيك. الله يسلمك. انا اخي ابو رضا. ما شاء الله، حياك الله. تفضل يا اخي. انا والله تقريبا مده 3 اشهر 4 اشهر اهتديت للدين الاسلام. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. وهاي البرنامج وايد نعاينها احنا نشاهدها، وايد اثرت علينا، مخصوصا اثرت على المجتمع الاهواز بالكل. الحمد لله، الحمد لله. وهذول الشباب هنا في الاهواز وايدين اهتدوا والحمد لله وشكر على درب صالح. الحمد لله، الحمد لله. بارك الله فيك، حفظك الله. الله يسلمك. احبك وانا هذا اخي يبني لك كلب. حفظك الله، بارك الله فيك، جزاك الله خیر. الو. بفرمایید. میتونید فارسی صحبت بکنید الان. سلام علیکم. علیکم السلام. سلام آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله. ابورضا برادر عزیز، حال شما خوبه؟ ممنون، سلامت باشین. حال شما خوب است ان شاء الله؟ تبریک میگم به شما، هدایت برادرتون رو الله سبحانه و تعالی در میزان حسنات شما قرار بده. یوم لا ینفع مال ولا بنون. ممنون، تشکر. ما 6 تا اینجا برادر هستیم که انشالله الحمدلله 6 تاییم موحد شدیم. الله اکبر. شبکه‌های شما. الله اکبر. و انشالله اونا هم میان ابراز شهادتین خدمت شبکه شما میکنم و از اینجا دستتون رو میبوسم و تشکر میکنم از شما و از آقا احمد گل روشون رو میبوسم، کارگردان شبکه. سلامت باشید. و اینکه این همه زحمت برای ما میکشید. زنده باشید برادر عزیز. الله متعال حفظتون کنه. الله متعال حفظتون کنه. سلامت باشید. واقعا تشکر میکنم از برنامه هاتون و همچنین این کلیپ هایی که پخش میکنه آقای انصاری. به این کلیپاتون ادامه بدید چون واقعا تاثیر خیلی زیادی داشته رو کسایی که حتی این تفکر رو قبول نداشتن، رو تعصب خودشون بودن. وقتی این کلیپ ها رو میبینن اصلا تضاد و واقعیت رو همونجا متوجه میشن، حداقل به فکر میرن که راهشون رو پیدا بکنن. این حداقل جای شکر است برای ما. الحمدلله، الحمدلله، الحمدلله. دعا بکنید ابورضا برادر عزیز گرامی که الله سبحانه و تعالی به ما صبر و ثبات نصیب بکنه. انشالله در این راه خواهیم بود. انشالله. من گوشی رو باز میدم دست اخویم، اگر سرت من خداحافظی میکنم با شما. باش، چشم، بفرمایید. خدا نگهدارت. خسته نباشید. سلامت باشید برادر عزیز. خواستم آقای انصاری بهتون بگم این اهواز خیلی الحمدلله شد که به دین سنت، دین پیامبر رو آوردن. ما آتیش زیر خاکستریم آقای انصاری. الله متعال حفظتون کنه. الله متعال حفظتون. با امید خدا همه اینجا الحمدلله شد. من الان خیلی جا میرم به دین توحید رو آوردن. خیلی تو مخصوصا تو عرب زبان ها تو اهواز خیلی به دین اسلام رو آوردن. خدا الحمدلله، الحمدلله. ما هم خیلی خوشحالیم. اینا هم از برکت روی ما شما، روی آقا احمد، روی کسایی که اونجا دارن کار میکنن. واقعا ما شما رو دوست داریم. این فضل الله سبحانه و تعالی است برادر بزرگوار، اولا و اخیرا. قربان شما. خب امری نداریم. سلامت باشید. التماس دعا. سلام برسونید. خواهش می‌کنم. خدا نگهدارت. الحمدلله که این خبر خوشحال کننده بود برای ما که 6 برادر در یک خانواده الحمدلله به راه توحید و یکتاپرستی هدایت شدن و شما بندگان نیک الله سبحانه و تعالی هستید که الله سبحانه و تعالی شما رو به راه راست توحید و یکتاپرستی راهنمایی